اولین شخصی که دعوت کرد پیامبر، دومین شخصی که بعد از او ابوبکر صدیق. و در مواجهه برخورد با مشرکان عیناً همین شکل، اول پیامبر صلی الله علیه و آله با اونها برخورد کردند، بعد ابوبکر صدیق. در هجرت نیست همین، در سروری امت و امور امت رو باز گرفتن و ولی امر مسلمین شدن اول پیامبر بودند، بعد از اون ابوبکر صدیق، که این یک کرامت الهی به این بنده سباق و سابق در اسلام است. وقتی که آیتی و سابقون الاولون خونده بشد، اولین شخصی که داخل بشد این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. بنابراین برادر عزیز، وقتی که درباره ابوبکر می‌زنیم باید همه این آیات ها پیش نظر ما آید. ابوبکر فقط یک خلیفه نیست، فقط پدر عایشه نیست یا فلان نیست، بلکه شخصی است که قرآن او را بعد از پیامبر همیشه ذکر کرده است. ابوبکر این همون شخصی است که بعد از رسول صلی الله علیه و آله هم که پیامبر که غایب میشدن، ابوبکر یکم میشد بعد پیامبر. این تمام امت قبول داشت. حدیث های از ابن عمر و از دیگه صحابه است که ما در زمان پیامبر میگفتیم که ابوبکر بعد عمر و پیامبر میرفت میگه پیامبر این کار نمیکنه. یعنی پیامبر هم قبول داشتن یک سنتی به تقریری خود که ابوبکر بعد خودشون چی هست، پیشوای امت محمد صلی الله علیه و سلم است.